سلام خدمت عزیزان. من برای اولین باری که به کلینیک آقای دکتر احمدزاده اومدم برای کاشت ایمپلنت. مقدار استرس دارم، البته با توصیه دخترم اومدم اینجا که از نظر کار مطمئنم و خیالم راحته، ولی خب به هر حال یه مقدار استرس دارم. تا ببینیم. عزیزم واقعا نگرانیم بی‌مورد بود. آقای دکتر کارشون حرف نداره، اصلا درد نداشتم، خیلی راحت و تموم شد. البته همسرم 2 واحد ایمپلنت قبلا گذاشته بودن آقای دکتر، براشون هیچ موردی نداشتن، اینا با خیال راحت اومده بودم. الان دیگه مطمئن شدم که کارشون حرف نداره. دستشون درد نکنه، خسته نباشن.